صحنه بازداشت مهاجران از جانب فردی نقاب‌پوش در روز 26 ایول. مؤلف نوار میگوید این محله بلشیخ مسکو است. نفری که لباس نظامی ندارد و معلوم نیست از کدام ساختاری روسیه است، مهاجرانی به زمین خوابیده را نظارت میکند. مؤلف نوار آنها را شهروندان تاجیکستان گفت. بعداً به این محل کارمندان آمان میرسند. مهاجران با ارسال نوار میگویند روز 26 ایول با شیوه تحقیرآمیز در محله یکم می و بلشیخ مسکو گروهی از مهاجران بازداشت شدند. در نوارها دیده می شود که گروهی از مهاجران را دستها به پشت کارمندان پلیس نگه می دارند. بعداً آنها را به اتوبوس سوار کرده به سمت می برند. در سفارت تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که روز گذشته در محله بلشیخ تنها 2-3 مهاجر تاجیک بازداشت شده است و پس از تفتیش سندهایشان آنها را رها کردند. در 3 ماه اخیر فشار و اذیت مهاجران کاری تاجیک که حدود 1 میلیون نفر را تشکیل می‌دهند در روسیه افزایش یافته است. مقامات تاجیک از همتایان خود طلب کردند که با مهاجران قانونی رفتار کنند. ظاهراً به نظر می رسد که برخورد مقامات روس در قبال مهاجران تاجیک در گوشه و کنار روسیه تغییر نکرده است. مطبوعات روسیه بازداشت دست جمعی مهاجران را از قول مقامات تفتیش حضور قانونی بود و باش مهاجران می نامند.